مریدی بود که طالب حقیقت بود، به خدمت پیری رسید و پای صحبت وی نشست. هنوز جای گرم نکرده بود که بلا فاصله برخاست تا برود. ساده مریدی ز جهان شسته دست، آمد و در صحبت پیری نشست. گرم نکرده به زمین جا هنوز، خواست از آن انجمن جان فروز. پیر نگران شد که علت رفتن مرید با این عجله چیست؟ چرا آمدی و چرا با عجله می روی؟ مرید در جواب گفت چیزی گم کرده ام، می روم تا آن را بیابم. می روم این لحظه به هر راه و کوی، تا کنم آن گم شده را جستجوی. پیر گفت تا خود را نیابی، هیچ چیز را پیدا نکنی. مرید گفت چگونه خود را پیدا کنم؟ پیر پاسخ داد کسی را که همواره پیداست فراموش نکن، که در پیدایی او همه چیز پیداست. اگر تمام جهان از آن آدمی باشد ولی انسان خودش را در نیابد و فراموش کند، نهایت آگاهی او غفلت و بیخبری است و نتیجه احوال و روزگار او بیهوده است. اگر انسان خود را دریابد به حقایق عالم هم آگاه خواهد شد، کان نه سزاوار فراموشی است، قبله گویایی و خاموشی است. گر همه آفاق در آغوش تو، باشد و آن چیز فراموش تو. غایت آگاهی تو غافلی است، حاصل اوقات تو بی حاصلی است.